بعضی از آقایون نقش دارن، موقع شام نفر اول میشه. وسطای شام مادره میگه پسرم دیگه نمیخوری، میل نداری؟ مامان دیگه سیر شدم. دخترم تو هم نمیخوری؟ نه. کوچولو شما چی، تو هم نمیخوری؟ نه. بدید بابا بخوره. انگار گربه است همه رو میخوره. از اون اول شروع میکنه استخونای مونده میاد جلو، ماست دست خورده میاد جلو، تعدیگا میاد جلو، قاطی پاتیا میاد جلو، کاهوی سس زده میاد جلو، نوشابه گاز در رفته میاد جلو، گوجه له شده میاد جلو. آخر با نون تمیز میکنه. 4 تا بشقاب جلوشه، همه رفتن، بابا مونده. بچه میپرسه بابا سیر شدی بلند شدی؟ میگه نه سر شدم بلند شدم. بدنش سر دیگه نمیکشه. به ما مردا نخندید، ما مظلومیم. ما اگر نبودیم آشغال خونتون رو میگرفت، ما آشغالا رو میخوریم. گفته بود پسرم، امیر علی پسرم اون شیر رو نخور، اون شیر فاسد، اونو برای بابات نگه داشتم. میگن چرا مردم میمیرن؟ ما آشغال خوردیم مردیم. اون روز خانومش شلیل خرید، از این شلیل حرفه‌ای ها، شلیل بودا همین تابستونی. بعد میگم خانم عجب شلیلای خریدی؟ گفت آره دیگه برای مهمون داریم شب. گفتم 2 تاشم برای ما بیار. خوشحال بودم دیدم 2 تا آورد، له حسش معلوم بود. گفتم خانم این چیه؟ گفت رسیداشو تو بخور، رسیداش خوشمزه است. گفتم من کال میخوام. اینقدر رسیده بود با نی خوردم، رانی بود.